سلام. در این لحظه که مرز سال 2016 را همگی 4 قدم عبور کردیم، چند نوار جالب سال اکنون کهنه 2015 و سالهای گذشته را پیشنهاد شما می‌گردانیم. بنگ افغان، عرق روس و تومار مولا، 3 در 1. این 3 در 1 جایگی واقعا قابلیت دارند که آدم را دیوانه کنند. شبانه نزد مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان بیارند و مستانه برقصانند. شاید هدف مجسمه سامانی نه، بلکه دو بینایه بوده که همگی چند صد مترک دورتر از طرف دست راست او قرار دارند. در مورد عرق روسی که نمیدانم، اما یکی از این نهادها همیشه از بازداشت بنگ و بنگی ها و دیگری از دستگیر شدن ملاها با اتهام زنا و فریبگری گزارش میدهند. در واقع این پاتریوت وطن اسم سرداری دوستها را هم اینجا آشکار میکند. گمان میکنم حالا فرصتی رسیده که اسم خودی او را بدانیم. اگر از تاثیر بنگ و عرق و تومار مولا سرگرنگ نامش را خطا ننوشته باشند، او جمیله اکرام است. شاید برای شما جالب است بدانید که این زنک همیشه درباره عالم جنایی ترانه میخواند یا خیر. جمیله هنوز نمیداند که فقط او طاقه فریاد نمی کند. یک نفر دیگر هم هست که در فریاد کنی استخوان ندارد. تابوتی مرو، او تابوتی مروی، سری بلندی گذاره. شما هم وقتی که همین سرود رو میسرید شرح نمیکنید؟ نه، برعکس با من یک دیفامی تازه از روی تازه با من داخل میشود. من با دیفامی سرودهایم رو بی‌شرمی و صدای مرغله‌دار این جناب قابل تحسین و توصیف است، اما در هنر اکتیاری قدم قربان بیشک او را با یک نول میزند. این داد و جبر مینا زود گوش فریادرس را یافت و اینک نوبت از سرود مسلمانی است.
اثر نزنه نگوتم اتیاد که چاچا تاجیقی شما هم در سال نو چچه هایتان را احتیاط کنید. سال 2016 دیگر بار خدمت شما خواهیم آمد. حالا عید مبارک. मुबारक